البته اشک نام نوزادی هم هست، سر راهی که زن و شوهری سوئدی در سال 1351 در پرورشگاهی در تهران او را به فرزندی میپذیرند. در پرورشگاه اسمش را گذاشته بودند اشک، از بس که اشک میریخت و گریه میکرد. اشک را بردند سوئد. اشک بزرگ شد و روزی ناگهان هزاران فرسنگ دور از زادگاه کشف کرد که ریشش ایرانی است. اشک سر راهی آن روز پروفسور اشک دالن امروز است، استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه اسلو. الهه روانشاد از رادیو فردا پای صحبت‌های پروفسور اشک نشسته است. من که سراپا گوشم. فکر میکنم که از 20 سال اخیر خیلی این وضعیت زبان فارسی در اسکاندیناوی خیلی تغییر پیدا کرده. پیش از آن بیشتر زبان فارسی مثل یک زبان مرده میشه گفت حساب کردن یا تدریس میشد، ولی پس از 20 سال اخیر مانند یک زبان زنده نگاه میکنن و بررسی میشود در محافل فرهنگی و محافل دانشگاهی، که بیشتر قبلا علاقه به متون‌های خیلی قدیمی یا شناخت دقایق زبانی بیشتر داشتن، ولی در امروز می‌بینیم که خیلی از محققان یا دانشجوها بیشتر به جامعه ایران امروز و ادبیات معاصر بیشتر علاقه دارند و این هم در تعداد پذیرش دانشجو هم مشاهده می‌کنیم. یعنی اگر 20 سال پیش فقط دو سه تا دانشجوی در رشته زبان فارسی بود در دانشگاه اسلو اوپسالا، امروز می‌بینیم که بیشتر از 50 نفر سالانه تقاضا می‌کنند که در این کلاس‌ها شرکت داشته باشند، ولی معمولاً 30 نفر پذیرش می‌کنیم و در کلاس بچلور زبان فارسی معمولاً 30 نفر دانشجو داریم و این برای ما جای خیلی خوشحالی است که این یک روند مثبتیه برای زبان فارسی و شناخت زبان و ادبیات فارسی در حوزه اسکاندیناوی. آقای پروفسور دالن، سوال اینه که تا چه حد دانستن زبان فارسی، بازگشت به اصلتون، ایرانی بودنتون و قبول این اصلیت تا چه حد زندگی شما رو پربارتر کرده؟ اصلا آیا پربارتر کرده؟ آره، این سوال خوبیه. من فکر میکنم که یعنی با اون مروری که من با اون جریانی که من طی کردم برای یاد گرفتن زبان فارسی، قدم به قدم خیلی لذت بردم و خیلی از ابعادهای مختلف فرهنگ ایرانی یاد گرفتم و میشه گفت که آدم پخته‌تر شدم در این سفر یا در این جریان که طی کردم و احساس میکنم که یک انسان کاملتر شدم، اگر این اصطلاح فارسی اشتباه تفسیر نشود. یعنی احساس میکردم که یک انسان با 2 تا گوشه بودم، یعنی یک گوشه سوئدی و یک گوشه ایرانی، ولی با یاد گرفتن زبان فارسی و مسلط بودم با آن باعث شد که من یک آدم پربارتر و پخته‌تر شدم. داستان زندگی شما بیشتر شبیه یک افسانه، یه چیز باور نکردنی و شگفت‌انگیزه. از خیابان مولوی دم در خانه‌ای تا رسیدن به دانشگاه اسلو و تدریس زبان و ادبیات فارسی، این چیزیست که کمتر اتفاق میفته و برای مردم شنیدنش جالبه. اما دیدگاه پدر و مادر سوئدی شما که عمری برای بزرگ کردن شما زحمت کشیدن در مورد اینکه شما این چنین به ایران و فرهنگش علاقه‌مند هستید چه هست؟ من فکر میکنم که مادر پدر سوئدی هم نمیتونستن پیش بینی کنن که من وقتی که بزرگ میشم زبان فارسی یاد میگیرم و به ایران هم سفر میکنم، ولی همیشه به من پشتیبانی کردن و خیلی محبت کردن در این تلاشایی که من کردم و خیلی خوشحال هستن که من به ریشه خودم یه راهی پیدا کردم. من فکر میکنم که این بزرگترین هدیه است که یک بچه میتونه بگیر از مادر پدرش، که مادر پدرش پشتیبانی بکنن و در همون انگیزه و آرزوهایی که بچه داره به اون کمک کنه که به اونجا برسه. و آیا هیچ وقت فکر کردین که سری به ایران بزنید با توجه به اینکه ظاهراً همسر شما هم ایرانی هستند
هیچ وقت فکر کردید که به ایران برگردید، به پرورشگاهی که چند ماه در اون بودید احیانا بگردید و پدر و مادر بیولوژیکی خودتون رو پیدا کنید؟ من فکر می‌کنم که وقتی که متوجه شدم که من در ایران به دنیا آمدم، یعنی وقتی که 12 تا 13 سالم بود، خیلی علاقه داشتم که به ایران سفر کنم. الان هم چند سفر هم به ایران کردم و از طریق همسرم که ایرانی است هم وارد یک خانواده ایرانی شدم و من جزئی از اون خانواده میدونم و این جای خیلی خوشحالی برای من است که در همچنین موقعیت الان هستم و اصلا نمیتونستم پیش بینی کنم و اصلا نمیتونستم تصور کنم که یه روزی اینجوری بشه. پروفسور اشک دالن: ترسم که اشک در غم ما پرده در شود، میراز سر به مهر به عالم ثمر شود.